رو دارد میرسن. پس ازتون میخوام چشم و گوش و دهان و حلق و بینیتون رو مستقل بذاریم برای یادگیری و بعد از این چند شب بتونید یک رشد مضاعف رو داشته باشید. خب جلسه امشب ما راجع به اینه که اصلا نتورک مارکتینگ چیه. سوال همه ما اصلا نتورک مارکتینگ چیه، از کجا اومده. خیلی همون به دلیل اینکه یک کار مضاعف و مازاد در کنار زندگیمونه اون رو جدی نمیگیریم و اون رو کنار میذاریم و اون رو کار دوم، شغل دوم و یک چیز دم دستی و پیش پا افتاده بهش نگاه میکنیم. هممون فکر میکنیم، خیلی از ما، هممون نه، فکر میکنیم که این یک کاریه برای خانم‌های خانه‌دار، با کمال احترام به همه خانم‌های خانه‌دار، برای آقایون بازنشسته و یا برای دانشجوهایی که سرمایه کار ندارن و فقط یک استارتی رو بزنن. قطعا یاد میگیرید، من اینو تضمین میکنم بهتون، چون من هیچ کتابی رو تدریس نمیکنم، من فقط تجربه‌مو همیشه تدریس کردم. پس یادتون راحت یاد میگیرید، من اینو بهتون قول میدم. پس ما وقتی میایم راجع به نتورک صحبت میکنیم، به دلیل عدم آگاهی راجع به رزومش و گذشتهش آسیب‌هایی به خودمون میزنیم، مثل جدی نگرفتنش، مثل شرکت نکردن تو آموزشاش، مثل دست دوم یا یه دست سوم بهش نگاه کردن و این باعث میشه که ما توی نتورک مارکتینگ آسیب ببینیم. پس ازتون میخوام امشب نتورک مارکتینگ رو خوب بشناسیم. من یه جلسه داشتم امشب ساعت 5 با یکی از نماینده های فروشمون، چند تا سوال داشت و برگشت گفت آقای جریفن قبول دارید که نتورک مارکتینگ به درد نمیخوره، فروش سنتی خیلی خوبه؟ گفتم خب مطمئن باشید که من قبول ندارم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل. بیایم شغلمون رو خوب بشناسیم. دیشب توی جلسه مسعود کنانی ما راجع به ماموریتمون صحبت کردیم، امیدوارم که ماموریت رو شناخته باشیم و حالا میخوایم شغلمون رو بشناسیم که ماموریتمون رو برای خودمون مکتوب بکنیم. این شغل از کجا اومده، اصلا داستان فلسفه‌اش چیه، چی باعث شده این شغل تو زندگی ما قرار بگیره و اصلا به عنوان یک شغل شناخته بشه. نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه‌ای اگر بخوایم به معنای کلمه نگاش کنیم، میشه یک ساختار سازماندهی شده که محصولات یک شرکت تولیدی رو توسط فروشنده هاش تو جامعه عرضه میکنه. نتورک مارکتینگ یک سبک فروشه که تولیدات یه شرکت رو به سطح جامعه میرسونه به واسطه فروشنده هاش. پس در اصل نتورک مارکتینگ فروشندگی، بازاریابی. حالا در اصل کار ما چیه؟ شبکه سازی در این زمینه است، چون که کمپانی ها میتونن به جای اینکه بیان شبکه‌ای کار کنن، خیلی راحت یه پرسنلی رو درست کنن برای خودشون، حقوق بدن، اونا رو بذارن به عنوان کال سنتر، پشت خط زنگ بزنن به کل جامعه، بگن که آقا کمرت درد میکنه، پات درد میکنه، سرت درد، محصولشون بفروشن، اینستاگرام بذارن تو اینترنت بفروشن. حالا چرا به صورت شبکه‌ای کار میشه؟ دلیل شفافه. هر یک شخص با داشتن دایره اعتماد و فعالیت خودش میتونه جامعه هدف مخصوص به خودش رو به وجود بیاره. یه آقایی رو میکنم شنبه شب پرزنت کردم که پاسداشت سوالات شده دادم. ایشون 5 سال توسط تمام افراد تیم ما پرزنت شده، اما شنبه شب وارد سیستم ما شد. چرا؟ چون تو دایره شناخت و فعالیت اون شخص بود، نه بقیه آدم. بنابراین مردم، کمپانی های تولید کننده از نتورک مارکتینگ برای عرضه محصولاتشون استفاده میکنن. اولین برندی که نتورک مارکتینگ کار کرد، خب تو سال 1930 به نام ویتامین کالیفرنیا توی آمریکا فعالیت کرد. خیلی من میشنوم که نتورک از شرق آسیا اومده. بچه‌ها خیلی نتورک از شرق آسیا نیامده، نقطه سرخط، هیچ وقت هم نیامده. نتورک از قلب آمریکا اومده، از سال 1930 به نام در قالب شرکت ویتامین کالیفرنیا فعالیتشو شروع کرده.
بعد یه سری تغییر و تحولات داشت تو شرکتش، روی پلنش، روی فعالیتش، و چون پلنش عوض شد تو 1939 اومد به نام نوترلا لایت تغییر نام داد و کارش رو ادامه داد. یه چند وقتی هم گذشت از اون، یه 10 سالی هم از اون گذشت. تو سال 1000 تقریبا 10 سال، تا 1946 اینا، اومد در قالب اموی خودش رو به دنیا معرفی کرد. با قدرت اموی قوی ترین برند نتورک مارکتینگ دنیا. چرا؟ چون رزومش از 1930 آزمون و خطاها شروع شد، 1946 عملاً تا الان داره با یک نام فعالیت میکنه. پس به این نتیجه میرسیم که نتورک یک کار دم دستی و پیش پا افتاده نیست. برای رسیدن به این جایگاه کلی فراز و نشیبا رو بر خودش پشت سر گذاشته. حالا نتورک با پانزی ها متفاوته. پانزی ها رو آقای پانزی فامیلیش بوده، اون تأسیس کرد تو سال 1800 خورده ای. گرفتن کردن یک زندان، یه بلاهای سرش آوردن، پدرش هم در آوردن. سرچ کنید تو اینترنت عکسش هم میبینید. نتورک با پانزی ها متفاوته. پانزی ها یا اینوست ها عملا یک شرکتی هست که یک سرمایه ای رو میذاری، از بغل اون سرمایه به شما پول میده. براتون شفافش بکنم که نتورک رو با پانزی قاطی نکنید، چون ما معمولا این سوال برامون پیش میاد. نتورک ها همون پانزی هم، سعادت زنجیری میگن تو ترکیه بهش، یا هرمی هم. عملا سیستم های اینوست و یا پانزی میان از شما $100 میگیرن و 10% از سود رو بهتون میدن. یعنی ماهیانه $10 به شما میدن، میشه $90. خب ماه دوم، ماه سوم هم $10 رو میگیرید. پس از $100 شما میمونه چقدر؟ میمونه $70. اتفاقی که میفته به شما میگه اگر آدمای جدیدم بیاری پورسانت میگیری. شما میدی 100 نفر آدم رو معرفی میکنی، 100 نفر میان 100 تا $100 میذارن، میشه $10,000. این $10,000 $70 هم که از قبل مونده بود، میشه $10,070. بعد میاد به 101 نفر $10 پورسانت میده. پس در اصل یک بازی با پوله. و یا سیستم‌های بانکداری خودمون، وامایی که بانک میدن، وقتی ما از بانک وام میگیریم عملا تو یه سیستم پانزی شرکت کردیم. میریم 1,000,000 تومان وام میگیریم، خب، و بانک میاد ماهیانه از ما 100,000 تومان میگیره. درسته؟ قسط میگیره دیگه. حالا این قسطه هر 10 تاش تبدیل میشه به یک وام برای شخص بعدی. سیستم‌های پانزی هم به همین شکل فعالیت میکنن. پس ما راجع به نتورک کار داریم. ما با پانزی ها که توسط آقای پانزی تأسیس شد کاری نداریم. تو دنیای نتورک مارکتینگ شما عملاً یک محصولی رو در کمپانی معرفی میکنید تو سطح جامعه و اون رو میفروشید. حالا این محصول باید چه خاصیتی داشته باشه؟ این محصول باید خاص باشه، تک باشه، یونیک باشه. ما پانزی هایی رو هم داریم که در قالب سیستم های نتورک محصول عرضه میکنن. همینجا تو ترکیه هست، مثلا طرف میاد ساعت بهت میده. بعد خب من ساعت خیلی دوست دارم، عاشق ساعتم. یکی از بچهای نتورک دیگه اومد به من گفتش که لیدر حیف دست تو این ساعت فلان برند نباشه. گفتم چنده؟ گفت $25,000. گفتم خب $25,000 میشه تقریبا این چیزی در حدود 800,000 لیر، در صورتی که اینجا من میخوام رولکس بخرم میتونم خیلی پایین تر از این بخرم، یا رولکس که با کلاستر نیست که، و یا هابلوتی که دست منه 70,000 لیره. توجیهی برام نداره. اون سیستم هایی که میان سراغ نتورک و از نتورک به عنوان یک عامل فروش برای محصولات بی ارزششون استفاده میکنن، نتورک حساب نمیشن، اونا پانزی مدرن. پس شما در قالب نتورکتون که فعالیت میکنید
باید بدونید یه کار ریشه داره که از 1930 وارد چرخه زندگی مردم شده و از اون روز تا الان محصولات مصرفی تشکیل میشه از ویتامین ها، مکمل ها، خوراکی ها. خدمت شما عرض کنم وسایلی که مورد استفاده عموم قرار میگیره مثل عطر، اتکران، لوازم آرایش، دستمال کاغذی، هر چیز دیگه میتواند در دنیای نتورک مارکتینگ مورد استفاده قرار بگیرد، به شرطی که اون محصولی که تو دنیای نتورک مارکتینگ شما فروشش رو بر عهده دارین یک محصولی باشه که شرکتی که محصول رو عرضه میکنه تولید کننده اون محصول باشه. حالا میرسیم به این که مزایای نتورک مارکتینگ چیه که ما باید نتورک رو قبول کنیم اصلا. خب نتورک به این نتیجه رسیدیم یه کار دیگه، یه کاریه که ما باید حالا فردا راجع به مبانی نتورک صحبت میکنیم، یه کاریه که ما باید روزانه بین 8 تا 10 ساعت توش فعالیت بکنیم. چه خاصیتی داره که ما وارد این تجارت بشیم؟ معمولا شما وقتی مدرک تخصصتون رو میگیرید، بر فرض مثال پزشکیتون رو میگیرید، جراحیتون رو میگیرید، مهندسیتون رو میگیرید و یا فارغ التحصیل تربیت معلم میشین و یا هر چیز دیگه ای، وقتی وارد جامعه میشین قوانین جامعه و قوانین اون مرکزی که فعالیت میکنید رو شما تسلط داره. یعنی عملا قوانین اون شغل و قوانین اون مرکز خدماتی شما رو شما تاثیر میذاره و شما موظف به انجامشه. یعنی یه قراردادی رو امضا میکنید و میگید من تابع قوانین این شرکت هستم، هر چی که میخواد باشه. مثلا بعضی از شرکت ها میان 6 ماه قراردادتون رو تمدید میکنن که شما نتونید صنواتتون رو بگیرید، مثال و از این مدل قرارا. خب توی دنیای نتورک مارکتینگ قوانین کار رو خود شما تعیین میکنید. شما تعیین میکنید از چه قانونی پیروی کنید و چه قانونی رو توی منطقه حریم خصوصی کاریتون مطرح بکنید. پس اولین چیزی که تو دنیای نتورک مارکتینگ برای شما میتونه بولد باشه و میتونه شما رو به سمت یک رفاه و آسایش ببره اینه که کارگر کسی نیستین و قوانین رو خودتون تعیین میکنید. گزینه دوم، خیلی وقتا وقتی راجع به میری توی مغازه یا میری توی یه جایی نگاه میکنی که حضور نداره اون فروشنده، یا وارد اداره میشید، نمیدونم خب قطعا خیلی هاتون وارد هر اداره شدید. من چند روز پیش اداره مالیات رفته بودم. وقتی وارد اداره مالیات میشی یه سری آدمای ماشینی میبینی که نشستن اخماشون تو هم با لپتاپ کار میکنن، بله بعد میرن چای وقتتو میگیرن، اصلا از کارشون لذت نمیبرن. میدونید چرا؟ چون که اون کارشون رو و اون محصولی که دارن خدمات میدن تو جامعه رو دوست ندارن، نمیپذیرنش. حالا توی دنیای نتورک مارکتینگ شما شفاف انتخاب میکنی که چه محصولی رو داشته باشی. من یه سری مشتری دارم که این مشتریایی که با هم کار میکنن مثلا فقط پاپسی استفاده، فقط پاپسی میپوشن، من نمیخوام محصول دیگه شو آقای جایبه. یا یه سری مشتری داریم فقط پینلس میخوام، من فقط پینلس میخوام. یه سری مشتری داریم اینو میخوام. درسته غلطه ها، اصلا تایید نمیکنم، اما میگم که این آزادیه رو دارن، این آزادیه رو برای انتخاب محصولشون دارن. هیچ اجبار و هیچ فشاری روش نیست، پس آزادی روی انتخاب محصولشون دارن. یه گزینه دیگه وجود داره. شما توی نتورک مارکتینگ نه تنها روی محصولتون آزادی انتخاب دارین، روی محصولتون باور و اعتقاد دارین. خیلی از دوستان عزیزان یه دوست که نمیشه گفت، یک زن و شوهری توی اداره مالیات ستارخان کار میکردن، با هم کار میکردن. بعد خب ما اونجا با هم، یعنی با شوهر دوست شدیم، بعد با خانومش آشنا کرد که کارهای مالیاتی منو انجام بده. البته قضیه من الان نیست، مال 20 سال پیش.
17 سال پیش. بعد اینها تو محیط کار قشنگ روسری و یارو یقه آخوندی و یا وضعیتی، آقا ما اینا رو مهمانی دعوت کردیم خونمون که بیان پیشمون، خب زحمتشون داده بودیم یه ساعت برای مشکل مالیاتی تلافی کنیم، دیدیم مثلا یه آدم دیگه ای شد اومد خونه ما، وقتی نشستن یه شکل دیگه اینا، یه تیپ دیگه هن اینجوری به من نه گفتم فلانی، من اصلا باورم نمیشه تویی خودتی، کارت ملی تو نشونم بده. میدونی چرا؟ چون به اون سیستمی که هست و به اون محصولی که ارائه، اونا محصولشون ارائه دادن به برگی مالیات دیگه، خب به اون باور ندارم، اعتقادم ندارم و چون قوانین رو به زور پذیرفتن کیفیت ندارم و وقتی از محیط کارشون خارج میشن تازه به آزادی و فراغت میرسن. حالا تو دنیای نتورک مارکتینگ شما بر محصولت، بر سیستمت و بر کارت اعتقاد و باور و ایمان داری. چرا؟ چون سبرکیا با دوست داشتن اون رو انجام دادی. پس میرسیم به این که وقتی شما راجع به کمپانی نتورک صحبت میکنید تعیین کننده قوانین هستید، محصولتون رو میپذیرید، اون رو قبول دارید، بهش باور دارید و اون رو عاشقانه دوست دارید. خب وقتی این اتفاق به وجود میاد، ما همه میگن نتورکرها رویا پردازن. اصلا اینطوری نیستن. نتورکرها تو ضیافت فروش زندگی میکنن، نتورکرها توی مهمانی فروش زندگی میکنن، نتورکرها با عشق محصولشون رو عرضه میکنن. وقتی میخوایم پینلس رو بچسبونید، نمیدونم چند تاتون این کارو کردید، من اون اوایل باورتون نمیشه، شاید باورتون نشه، چند تا مشتری داشتم خونهشون میرفتم براشون باند نصب میکردم. خب ببین یه جوری من این برگ زرد رو میکندم، میزدم، نصف میکردم، آرام جذب. پس چی شد؟ توی دنیای نتورک مارکتینگ شما ضیافت فروش رو دارید و این ضیافت فروش حال شما رو خوب، کیفیت شما رو بالا، زندگی شما رو خوب. برای همینه ما همیشه میگیم چی؟ ما همیشه میگیم مثل فیلمایی که داره حساس تمام. آره نباید اونو میگفتم، اتفاقا فیلتر شده کلام. پس ما همیشه میگیم ما نتورکرها همیشه عاشقشیم. نمیدونم چند تا از شما نتورک رو کار کرده قبلا، ولی میدونید وقتی وارد عرصه نتورک میشید به دلیل همین سه تا گزینه ها، میخوام الان برم سراغ معایبش، یعنی خیالتون راحت، نمیخوام راجع به مزایاش فقط سوال، معایب هم داره. اما این سه تا خاصیت نتورکه که باعث میشه ما نمکگیر سفره نتورک مارکتینگ بشیم. حالا چه معایبی هم داره؟ معایب داره، معایب برامون همیشه وجود داره و نمیشه راجع به معایب صحبت. عیبی که دنیای نتورک مارکتینگ میتونه برای شما به وجود بیاره اینه که کار راحتی نیست، اصلا کار راحتی نیست، هیچ کاری راحت نیست. اگر دقت بکنید کاری که هلو بپر تو گلو وجود نداره. اون دکتری که الان جراح اتاق عمله انقدر مراحل رو گذرونده و انقدر سختی ها رو پشت سر گذاشته تا الان به اینجا رسیده. اون مکانیکه انقدر آچر تو سرش خورده تا به مکانیکی رسیده. هیچ کاری راحت نیست. دنیای نتورک مارکتینگ هم اصلا دنیای راحتی برای تجارت نیست. دنیایی که توش رقیب زیاده، دنیایی که توش فعالیت سخت زیاده و شما تنها کاری که میکنید اینی که میشینید و از خواص نتورک استفاده میکنید. پس به هیچ عنوان کار راحتی نیست. و یه گزینه دیگه ای هم توش وجود داره. شما خیلی رد میشید، خیلی نمیشنوید، خیلی اذیت میشین. من صدا و تصویرم بچه صدا و تصویر اگه هست به من لایک میدین؟ گولتون زدم دوباره، الان لایک گنده میاد. پس چی شد؟
هم راحتی برای فعالیت نیست. گزینه دوم اینه که زیاد طرد میشید، رد میشید، پس زده میشید. حالا چرا شما زیاد رد میشین؟ دیگه به دلیل اینکه شما توی این سیستم نتورک مارکتینگ با آدم‌های زیادی ارتباط برقرار میکنید. مثلا من تو دنیای نتورک مارکتینگ هیچ وقت اذیت نشدم. چرا؟ چون من قبل از نتورک مارکتینگم از 16 سالگی کارم فروش بوده. توی مغازه، در مغازه وای میستادم، مشتری میومده، مشتری بله مرسی زیاده دیگه. همین الان هم هست، ما میریم با خانمم تو مغازه، خانم یا آقای میاد جلو میگه چه کمکی از دست من براتون در میاد؟ بله مرسی، من خودم نگاه میکنم. بعد نگاه میکنم میام بیرون. اوکی. من چرا اذیت نمیشم؟ چون من به اندازه کافی تو دنیای تجارت و فروشم بله خیر، نه نمیخوام، به دردم نمیخوره، گرونه شنیدم. اما شما به دلیل اینکه آمادگی ذهنی براش ندارین، این مسئله براتون یه ذره بولد میشه. پس مزایاش چیه؟ مزایاش اینه که شما قوانین کاری رو خودتون تعیین میکنید، محصولی که میخواین روش کار کنین رو خودتون انتخاب میکنید، با محصولی که انتخاب کردین بهش اعتقاد دارید، باورش دارید، بهش ایمان دارید، به زور رو نمیکنید تو پاچه مردم، بهشون نمیفروشین و در نهایت یک مهمانی و یک فستیوال فروش دارید. حالا سختی هاش چیه؟ زیاد نمیشتم. خب بشنو. اصلا بشنو چه اتفاقی برات میفته. و یا مثلا چه میدونم، یه ذره باید با این و اون ارتباط بگیرم کارم رو جلو ببرم. خب ببر. تو داری چی به دست میاری؟ مثلا زندگی مشترک زناشویی کار راحتیه. تو خونه مامانت پاتم دراز میکنه، اینجا میندازی رو هم، غذاتو میذارن جلو، کارتو برات حل میکنن، چه میدونم لباستو یکی میشوره، دستات از سر کار میای خسته، پاهام درد میکنه، داداش پاهامو بمال، آبجی من اینجوری شدم. خب وقتی میری خونه شوهر چی میشه؟ باید همه این کار خودت انجام بدی دیگه. یا وقتی زن میگیری چی میشه؟ خب باید همه این کار خودت انجام بدی دیگه. هیچ چیزی تو این دنیا بداوا و مجانی نیست. همه چی سخته. همه چی سخته. اصلا خدا برای چی بخشش رو زمین گذاشت؟ برای اینکه ما هممون نریم جهنم دیگه. بگه نه، هممون رو برمی داشت هری بفرمایید جهنم. پس هیچ چی تو این دنیا راحت نیست. همه چی سخته. پس دنیای نتورک همین دو تا سختی رو داره. دیگه چیز دیگه ای نداره. بقیه‌اش گل و بلبله. من تضمین میکنم. به عنوان یکی از نتورکرهای بالای 20 ساله فارسی زبان، هیچ بدی دیگه ای نداره. اینقدر جذابه. الان تو این جلسه تعداد افرادی که هستن خیلی هاشون من دفعه اوله میبینم یا اصلا وارد جلسه نمیشناسم، اصلا از نزدیک ندیدمشون. ولی این دنیای نتورکه که این اجازه رو به من داده. بخوام محاسنش رو براتون بگم، دریا باید صحبت کنم. خب حالا تو دنیای نتورک یه سری نکته رو باید خیلی بهش دقت کنیم بچه‌ها. خیلی. این نکته هاست که باعث موفقیت یا عدم موفقیت تو نتورک ما میشن. ازتون میخوام اینها رو یادداشت بکنید. اگر دیدین وامور اینا رو نداره، وامور کار نکنید. برید یه نتورک انتخاب کنید که به درد زندگیتون بخوره. الان همه لیدرها دارن تو دلشون دارن فوش میدن. خیالتون راحت بشه. به شما منفی نمیذارم. تضمینی. اولین نکته ای که توی دنیای نتورک باید بهش دقت بکنید و از همه مهمتره اینه که آیا این برندی که انتخاب کردی توش داری کار بکنی، اون اشتیاقت رو و یا اون حست رو تقویت میکنه، برات اشتیاق سوزان میسازه، برات حال خوب میاره یا نمیاره. این خیلی مهمه. مهم اینه که دلت توش خوش باشه. مهم اینه که بتونی برای خودت رویا سازی تو بکنی، بتونی توش حس خوبی داشته باشی. اون که بچه‌ها اومده بود توی فالوی من برای برند دیگه، بعد صحبت کردم، من حالم خوبه اینا. گفت اگه تو سواد نتورک داشتی 5 تا برند عوض نمی‌کردی.
گفتم خب درست میگی. خب من نتورک رو شروع کنم حالم خوب نیست، میرم مثلا یه برند دیگه. یعنی یه چیز طبیعیه. پس اشتیاق سوزان و حال خوبتون رو ببینید تو اون برند دارید یا ندارید. گزینه دوم، محصولتون 100% کیفیت داشته باشه. بازم میگم من تدریسام برای کمپانی وامور نیست. بگردید ببینید آیا این محصول کیفیت 100% داره. کیفیت 100% یعنی چی؟ یعنی از 100 تا مشتری 90 تاش رضایت داشته باشه. کیفیت محصول یعنی اینکه سرتیفیکیت و مجوز مفید داشته باشه. کیفیت محصول یعنی اینکه این محصول بتونه خودش رو معرفی بکنه. به این شکلی وقتی به یه نفر جلسه محمد نوذری خیلی باحال گفت یه نفر اومد محصول ما رو استفاده کرد 170 میلیون تومان از این محصول فروخت. یعنی محصول خودش صحبت کرد، شما که صحبت نکردید. محصول با کیفیت محصولیه که کمپانی مدارک و دیدگاه ها و ریسرچ هاشو شفاف در اختیار تو بذاره. اینا همش میشه محصول با کیفیت. منم موافقم با محمد نوذری. من پرزنتام 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اصلا من صحبت دقیقاً حالا توی جلسه پرزنت میگم 5 تا بله از مشتری میگیرم، میگم همونه دیگه، اونا رو میخورد اینا رو میچسبونیم ولا غیر، خدافظ. بعد میگه این، میگم اینو داره اینو داره اینو داره اینو داره، پس خود محصولم خودش رو میفروشه. گزینه بعدی اینه که محصول تو که انتخاب کردی، سرتیفیکیتاشو دیدی، برو تحقیق کن، سرچ کن، یه ریسرچر فوق العاده باش. روزی که الهه عباسیان از محصول وامور استفاده کرد و اون حمله ها و اتک های آسمش از بین رفت، من تنها چیزی که گفتم به خانومه که منو وارد سیستم کرده بهش گفتم که به من اطلاعات میدی راجع به این سیستم؟ گفت بیا باز صحبت کنم. گفتم نه صحبت نمیخوام از شما، تنها چیزی که از شما میخوام اینه که به من اطلاعات بدی برای تحقیق. همین، من خودم باید خودم رو پرزنت کنم، شما نمیتونی من پرزنت کنی. رفتم گشتم 3 ماه تحقیق کردم، ولی بعد از اون 3 ماه همین الان بعضن که با مصطفی عزیز صحبت میکنم میگه تو اطلاعات رو محصولات من از خود من بیشتره. چرا؟ چون رفتم از 0 تا 100 رو پیدا کردم. حتی رفتم فیلم جنسینگ قرمز رو چرا ارتش استخراج میکنه رو پیدا کردم. فرار میکنه جنسینگ قرمز، نمیتونی بگیریش. در آوردنش از زیر خاک خودش قانون داره، لم داره، وگرنه فرار میکنه. اینجا میره یه جای دیگه در میاد. صدا هست دوستان؟ کاملا من اینجا میبینم کاملا بپر اینجوری میشه. بعد یه بار فکر کنم بیرون برید و دوباره برگردید. یه گزینه دیگه وجود داره. الان شما وقتی نگاه میکنید این سیستم رو راجبش تحقیق کردین و همه چیشو پیدا کردین، یه سرچ کنید ببینید آیا شرکت شما رو حمایت میکنه و یا نه. این مهمه. شرکت اگر شما رو حمایت نکنه، تیم خوب داشته باشی، لیدر خوب داشته باشی، پلن خوب داشته باشی، اینا هیچی جواب نمیده. شب میخوابی صبح با میشی میبینی از سیستم انداختنت بیرون و تو دستت به هیچی نمیرسه. پس شرکت هم باید تو رو حمایت بکنه، این رو بدون. بعد یه گزینه دیگه سر راه قرار میگیره. گزینه بعدی که سر راه قرار میگیره اینه که برو یه تحقیق کن از فروشنده هاش. مثلا برو تو پیج خانم فلانی، آقای فلانی، ببین اینا آیا حرفی که دارن میزنن، کمپانی میزنه، تحقیق کردی اینا توش زندگی کردن یا نکردن. اینا توش زندگی کردن یا نکردن. و تو مرحله آخر ببین این محصوله که داری انتخاب میکنی و شرکت داری که انتخاب میکنی آیا بین المللی هست، تو دنیا میپذیرنش، قبولش دارن، تو دنیا چه رزومه‌ای داره، چه رنکی داره، چه حرفی برای گفتن داره. اینا رو همه رو برای خودت میتونی به راحتی انتخاب بکنی. حالا چه امکاناتی رو در اختیارت میذاره دنیای نتورک؟ دنیای نتورک امکانات زیادی رو برای تو به دست میاره، به وجود میاره. هر آن چیزی که دوست داشته باشی.
قبل از این بخواد کاری رو برای تو بکنه، دست تو رو توی فعالیت باز میذاره. میگه کجا میخوای بفروشی؟ بین خانواده، پدر مادر خواهر برادر میخوای بفروشی؟ میخوای بری تو داروخونه بفروشی؟ برو بفروش. میخوای تو مغازت بفروش. میخوای رو سایت بفروشی؟ بفروش. چجوری میخوای بفروشی؟ هر جوری که دوست داری. قوانین منو رعایت بکن، زیر قیمت کف بازار نفروش، هر کاری که دوست داری بفروش. پس انتخاب جامعه هدف رو در اختیارت میذاره، هیچ محدودیتی نداره. بعد گفتم تحقیق کن، اطلاعاتتو بالا ببر. یادته برای این قسمت گفتم جامعه و فعالیت خودتو. مثلا اون روز من دیدم یه سری از بچه‌ها رفته بودن تو نمایشگاه محصولاتو داشتن میفروختن، تو نمایشگاه بین‌المللی رسمی کاملا. میتونن تو مسابقات تیم ملی بدمینتون برده بودن میفروختن، میتونن تحت هر شرایطی مجاز به فروش محصولات هستی و میتونی محصولات. فقط تنها خواهشی که دارم تو بازار روز نفروش. هر کار دیگه میکنید بکنید. الان شاید بخندین ولی باور کنید من دارم کسایی که بهشون زنگ زدم تو رو خدا نکنید این کار، تو بازار روز محصول نفروش. یه چیز دیگه رو که دنیای نتورک برات به وجود میاره اینه که تو هر کاری بکنی و هر بلایی سر زندگیت بیاری، تو هیچ کاری و تو هیچ شرایطی همکاراتو خودت نمیتونی انتخاب بکنی. بالا بری پایین بیای مجبوری با یه سری آدم کنار هم کار کنی. اما نتورک اینو نمیگه که. نتورک میگه تمام همکارات هم خودت انتخاب کن. این مزایاش نیست، این امکاناتیه که در اختیارت میذاره. این دوتا رو با هم قاطی نکن. پس دستت تو فروش باز میذاره. میخوای بازار چه میدونم میدانی بین مردم محصولتو بفروش، میخوای ویروسی بفروش، میخوای دهان به دهان هر جوری دوست داری محصولاتتو بفروش. رو سایت بفروش، تو شبکه اجتماعی بفروش، تو اینستاگرام بفروش، تو تلگرام بفروش. ما الان یه سری از بچه مثلا علی مزایری خیلی بالا، الان مثلا تو تهران نشسته، یه تیمش انگلستان داره کار، تو کاشان نشسته، یه تیمش تو انگلیس داره کار میکنه، یه تیمش تو ترکیه داره کار میکنه، یه تیمش اونجا داره کار میکنه. یا علی مثلا تو این جلسات علی امیری تو آمریکا تیم داره، تو آبادان تیم داره، تو ترکیه تیم داره، همه جا تیم داره. بقیه بچه هم همینطور. پس هیچ محدودیتی تو کارت نیست. بچه من این دو نفر رو مثال زدم چون گوشه ذهنم اومدن. جون مادر تو گاردمارت نگیرین، اسم لیدر من نیورد، اسم من نوکر همه لیدراتون هم هستم باشه. لطفا یه وقت سوء برداشت نشه. با این دوتا من رابطه خوبی ندارم، خیالتون راحت بشه. بسی جفتشون هم خیلی دوست دارم. اینم حالا به این دوتا بر نکن. میریم رو گزینه بعدی. امکاناتی که در اختیارت میذاره دنیای نتورک اینه که سرمایه گذاری نداره. از خواب بیدار شیم. هیچ سرمایه مالی دنیای نتورک مارکتینگ نهایتش 1000 کیلویی محصول میخری برای خودتو، خواهرتو، مادرتو، پدرتو، برادرتو، داییتو، عمو، اصلا بده همه استفاده کنن، زیر قیمته، مفتی افتاده برات. نهایت 50 میلیون تومان هزینه میکنی برای رسیدن به یک تجارت. محمد حتی قشنگ زد من 800 میلیون تومان نمیدونم 800,000 لیره 800 میلیون تومان پول در آوردم. میشه جونت گوش بشه به تنت. یا مثلا الان میکروفون محسوس رو باز کنم یا میکروفون فتانه رو باز کنم یا مستانه رو باز کنم بهتون میگن چقدر پول در آوردن. نوش جونشون. ولی همشون سرمایهشون روز اول 5 میلیون و بعد 50 میلیون بوده. خود منم روز اول با 703 لیر، البته شماها خوش شانسی، من 6 سال پیش با لیر 4000 تومان وارد وامور شدم، الان لیر شده 2000 تومان. پس هیچ سرمایه اولیه‌ای نمیخواد. البته الان یه سری ها میگن وقتمون چی میشه؟ خب وقت تو همه جا میذاری، فقط برای نتورک نمیذاری که قربون شکلت. وقت تو برای همه چی میذاری. برای خرید ایرپود هم میذاری، برای کلونیا هم میذاری، برای لپتاپ هم میذاری. اونجا باید وقت تو بذاری دیگه. پس اون نمیشه سرمایه.
لطف کنید جناب حدادی خارجین از جلسه دوباره برگردید اگه تصویر دارید. get گشت اویله. پس چی شد؟ سرمایه اولیه هم نمیخواد. بعد یه گزینه دیگه به وجود میاد، من که اطلاعات ندارم لباس چی بپوشم. این گزینه رو هم تو دنیای نتورک مارکتینگ نداریم. نه اطلاعات میخواد، نه تیپ و شخصیت خاصی میخواد. شما میتونید پوشیه هم بزنید، میتونید سرباز هم باشید، شما میتونید کت شلوار کراوات هم بپوشید، با تیشرت هم بگردید، شما با شلوارک هم میتونید نتورک کار کنید، با شلوار پارچه‌ای و کفش ورنی هم میتونید نتورک کار کنید. نتورک در اصل نه اطلاعات خاصی میخواد، نه تیپ و ظاهر خاصی میخواد. الان هر کی منو میبینه بهم میگه اینو معلمای هندسه میمونی. تمام، بچه‌ها راست میگن، منو ببینید میگن اینو معلمای هندسه میمونی. اصلا وقتی میگم نتورک هم میگم نتورک های شکلی نیستن که میگن دیگه. پس هیچ چیز خاصی هم نمیخواد برای فعالیت. آدمای خوب و قوی مثل فتانه ها، مثل مستانه ها، مثل مهران ها، مثل شادی ها، مثل بیتا ها، مثل مسعود ها، مثل آرش ها، محمد ها و و و و اونا میان مفتی همه اطلاعات در اختیارتون میذارن، همه اطلاعات مفتی میذارن. همین الان یه سری از بچه‌ها تو تیم ما رفتن ثبت نام کردن کوچینگ فروش. عادله ها، بله عادله ها، تو رو خدا خیلی هم مدرسا خیلی هم خداییش نیاید تو این بازی. امیر بالاها، هداها، دهاها زیادن، تو بحث نریم. آکام ها، علی درجزی ها و همتون هستیم، من نوکر همتونم. پس اینجا اونا رفتن 300-400 میلیون دادن یه دوره فروش یاد بگیرن. ما امشب هر شب داریم خودمون رو اینجوری میکشیم که شماها یاد بگیرید و مجانی همه چی. یه روز با استاد اسلامی صحبت میکردیم، آقای اسلامی گفتن که امید این پکیجات تو رو خدا بفروش. گفتم دکتر اصلا روم نمیشه من همچین کاری بکنم، اصلا نداریم یه همچین چیزی، ولش کن، بذار بچه‌ها استفاده بکنن. دوره های $1,000,000 رو به خدا شما مجانی میبینید و این خیلی خوبه. پس اطلاعات نمیخواد که اطلاعات رو ما داریم. ما دقیقا مثل پدر مادرایی هستیم که بچه‌ها رو لوس میکنن تو دنیای نتورک، میشونیم رو پامون نازشون میکنیم اکور فکور کی بودی تو. بچهای نتورک ما اینجوری روش میکنن. پس هیچ اطلاعات و تیپ و وضعیت خاصی نمیخواد، هیچ مذهب و دین و عقیده ای هم توش دخیل نیست، هیچی. شما میخوای مسیحی باش، میخوای کلیمی باش، میخوای بهایی باش، میخوای هر چی که باشی، مسلمان باش، اصلا ربطی نداره. هیچ عمدی و هیچ تبعیضی توش وجود نداره. تنها جاییه که زنان قدرتشون بیشتر از مرداست. درسته؟ تو دنیای نتورک اینجوریه دیگه. بعد همه میگن که چون که کار زنان خانه داره. اوکی، کو کار زنان خانه داره؟ همه زنان خانه داره رتبه هاشون رو با هم جمع کنید رتبه من نمیشه تو بی اف. کجا کار زنان خانه داره؟ پس این نشون میده که قدرت رو در اختیار همه قرار میده و همه میتونن ازش استفاده کنن. و یه چیز دیگه ای هم هست، اینه که افرادی که دوستشون داری، همکاراتو انتخاب میکنی به کنار. این قویه، اون زورش زیاده، این اینجوریه، اون اونجوریه، اون اونجوریه. افرادی که دوستشون داری، عشق میکنی باهاشون، تنها جاییه خب که وقتی یه نفر پول در میاره نمیگیم کوفتش بشه. معلوم نیست این پول چند نفر خورده به اینجا رسیده. خداییش تنها جایی که توش یه همچین صحبتی نیست دنیای نتورک. بچه‌ها همه وقتی لیدرشون و یا کراس لاینشون ماشین میخره نمیان بگن که کوفتش بشه، پول سر چند نفر رو کلا گذاشتی. میگه نوش جونت، ویژنتو تیک زدی، تیک زدن ویژن خودم. میدونی چی میگم؟ با عشق همه چی رو دوست داره و اونایی که دوست داری رو باهاشون جمع میشی و دور یک ضیافت قرار میگیری.
پس ریاست فروش رو با آدمایی که خیلی دوستشون داری هم انجام میدی. خب حالا اگه قراره توی دنیای نتورک تو انتخابش کردی، بالا پاییناش هم به دست آوردی، یعنی تحقیقات رو انجام دادی، مزایاش رو دیدی و خدمت شما عرض کنم که همه چیشو بالا پایین کردی، دیدی اوکیه، میخوای کار کنی، باید چی کار کنی؟ مبانی نتورک فردا شبه. اما قبل از اینکه وارد مبانی نتورک بشیم 2 تا کار دوست دارم شما انجام بدین. اولین کاری که خواین انجام بدین اینه که چرا وارد نتورک شدید، این رو برای خودتون شفاف کنید. به کدوم یکی از اون دلایلی که شما انتخاب کردین و راجبش تحقیق کردین شما میخواین وارد دنیای نتورک بشین. اینو ازتون درخواست میکنم حتما برای خودتون شفاف در بیارین بچه‌ها، بدون هیچ بزرگ نمایی یا خودتون رو گول زدن، چون بدونید که اینجا قراره با دوستاتون و همراهاتون زندگی کنید. چرا انتخاب کرد؟ مثلا من اگر بخوام بگم چرا وارد کمپانی وامور شدم و چرا فعالیت تو وامور رو شروع کردم، چون من 6 سال پیش که وارد وامور شدم حقوقم ماهیانه 4500 لیر بود، حقوق کارمندی یا اسکر اجرت یا حقوق حداقل کارگری 1300 لیر بود، یعنی 3 برابر بیشتر از حقوق کارگری حقوق میگرفتم. اما با رویا و دلیل این که من زندگیم رو جوری بسازم که شرمنده زنم نشم، رویام ماهیانه 20000 لیر بود. به خاطر ماهی 20000 لیر وارد کمپانی وامور شدم. چراش هم این بود که شرمنده زنم نباشم، چون چند بار میخواست جایی بره نمیتونستم ببرمش، توی برند ایکس و ایدرگ هم که فعالیت میکردم نمیتونست زندگیم رو تامین بکنه، شغلم هم نمیتونست تامین بکنه و شرمنده زنم میشدم. اوکی، دلیل این که نتورک وامور رو انتخاب کردم این بود که شرمنده زن و بچه‌م نشم. حالا الان به کجا رسیده کاری ندارم، مثلا الان مأموریتم راجبش صحبت نمی‌کنم، چطور که جلسه دیشب بودن راجب مأموریتم شنیدم. پس چراهاتون رو مشخص کنید. وقتی چراهاتون رو خوب مشخص کردین حالا هدفتون رو مشخص بکنید. میخوایم به کجا برسیم؟ چراتون مشخصه، من اومدم شرمنده زن و بچه‌م نشم. هدفت چیه؟ هدفت ماهیانه 20000 لیر، 30000 لیر، 50000 لیر پوله، 100 میلیون تومان پوله، 200 میلیون تومان پوله. هدفم خریدن فلان چیزه. میدونید هدفتون فقط پول نباشه، هدفتون رو یه چیز ملموس انتخاب کنید. زمین ناخودآگاه این مغز حیوانی ما پول رو هدف نمیشناسه بچه‌ها. این رو از الان به عنوان یه آدم با تجربه و سینه سوخته بهتون میگم، هدف نمیتونه پول باشه. این رو بهش توجه بکنید و سعی کنید هدفتون یک چیز قابل اندازه‌گیری تو دسترس باشه، یه چیزی باشه که بشه ارتقاش داد، مشترک باشه، جمعی هم باشه، یعنی یه چیزی باشه برای همه باشه نه برای خودت. پس دوست دارم که خیلی خوب این 2 تا کار رو برای آمادگی برای جلسه فردا شب با خودتون حل کنید، بنویسین و اگر ننوشتین لطفا تو جلسه فردا شب نیاین، به دردتون نمیخوره از این به بعد. شناختید دیگه نتورک رو دیگه. پس این 2 تا کار رو ازتون درخواست میکنم انجام بدین. باشه، هدف کمک به دیگران نمیتونه باشه. میدونی چرا؟ چون که اول باید به خودت کمک کنی، یعنی کمک به خودت میشه هدفتون رو. خانم صادقی عزیز، هدفتون رو از اینکه فعالیتتون رو پس نمیزنید چیه؟ چرا وارد وامور شدین و چرا فعالیتتون رو دارین ادامه میدین؟ خب هدفتون نمیتونه کمک به دیگران باشه. چراغی که توی خونه خودم به خونه خودم رواست به خونه من، آره این خیلی خوب میتونه باشه، میتونه سفرهای خارجی و بودن تو لایف استایل خوب باشه. مثلا من امروز با بچه‌ها تو آفیس صحبت میکردم، بهشون گفتم که دقیقاً من
با امیر بالا صحبت میکردم، گفتم والا اصلا یکی از دلایلی که من توی نتورک فعالیت میکنم اینه که میتونم همه جا برم، آزادی مالی داشته باشم و فعالیت بکنم و در دل سفرم پول در بیارم بدون اینکه به اون منبع اصلی پولم آسیبی برسه. این هم میتونه یکی از هدفاتون باشه. هدف رو راجبش به کرات همه صحبت کردیم، فردا شب هم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. سرویس طلا میتونه باشه، اما سرویس طلا چی باشه، چند گرم باشه، طلای چند عیار باشه. این توی این فیلمه بود، طرف میومد میگفت چای برات بریزم، میگفتی چای بریز، آره تو کلاه قرمزی بود فکر میکنم، اون هدف رو خیلی خوب برات باز میکرد. بعد میگفت چای توی لیوان باشه یا تو استکان، میگفتی تو استکان باشه، توی نلبکی باشه یا بدون نلبکی توی نلبکی باشه، نلبکی شیشه‌ای باشه یا پلاستیکی باشه پلاستیکی باشه، رنگ داخلیش قرمز باشه. هدف یعنی این. آقای همساده، آفرین آقای همساده، هدف با جزئیات، خرید ون کمپر و سفر به دور دنیا. این یک رویاست. چه مارکی باشه، چه رنگی داشته باشه، چه گلدوزی داشته باشه، توش از چه ابزاری استفاده کرده باشه، توش بشین برو اصلا حرکت کن. یادم نمیره من اولین اتاق سی کلاس هم که خریدم توش نشستم، الهه جان اینجوری میشست تو ماشین، لذت نمیدم. چرا لذت نمیبری؟ میگم من ای کلاس دوست دارم که توش راحت باشم، وقتی میشینم اذیت نشم، سفر بلند مدت داشته باشم، گرمکن صندلی سردکن صندلی داشته باشه، بخاری‌های مختلف، کولرهای مختلف داشته باشه، رنگش این باشه. کلا باید تو دل اون ماشینه بشینی و الان سوار میشه. میدونی چی میگم؟ شفاف کن هدفتو تا میتونی بازش کن. ببین خانوما خیلی خوب اینو متوجه میشن. وقتی عکس میندازین هدفتون اینه ببینید خودتون خوب شدید یا نه. عکس 100 نفر توش جمع شده، اینو انقدر باز میکنید اینجوری تا ببینید آیا رنگ لوژه لبتون از اینجا به اینجا رسیده یا نه. هدفتون میشه اینجوری. بازش کن تا به اون نقطه آخرش برسی و بدونید که چه اتفاقی میفته. کسب درآمد و کمک به دیگران یک رویا. تکرار میکنم، هدف باید ملموس باشه، قابل لمس باشه. هدفت میتونه مثلا امیر بالا دفعه اولی که رفت ایران گفت من میرم ایران برای خودم با فروشم یک آیفون 15 پرومکس رنگ فلانه با این وضعیت با این سی پی یو با این بخرم. رفت ایران برگشت گفت آقا خریدم. ببین خودش فکر کنم تو جلسات اگه لفت نده باشه نه هست باشه. یا عادله اومد پیش من برگشت گفت استاد من دارم میرم خونه شهریه دخترم رو بدم. نه، این هدف نیست. شهریه دخترت وظیفت، این هدفت نمیتونه باشه. یا عادله اومد گفتش من استاد دارم میرم گنبد، میرم اونجا با سود کارم گوشی آیفون فکر کنم 15 اونم پرو مکس میخواست بخره، پرو مکس رنگ فلانه. بعد که عزیزم برگشت گفت دیدی خریدم. ضمیر ناخودآگاه شما جایزش گرفتن اون چیزر چی میگم بهش، اون هدیه هست. میتونه لوازم خانگی باشه، میتونه مبل و اینا باشه. کمک کردن به دیگران، جهاز دادن، این هدف نیست. این یک رویاست، یک مأموریته. اینا کاملا فرق میکنه. ما همیشه همه چی ما چوربا درست میکنیم، سوپ درست میکنیم، اینو میریزیم تو اون، اونو میریزیم تو اون، میشه یک چیزی که خودمون تحویل جامعه دادیم. هدفت خرید، میخوای شهریه بچه‌تو بدی، اوکی. هدفم اینه که اینقدر پول در بیارم که بچه‌م تو فلان مدرسه با فلان امکانات با فلان وضعیت با فلان لایف استایل زندگی بکنه. اون لایف استایل بچه‌ت میشه هدفت، اون پوله نمیشه. اون پوله هیچ وقت نمیشه. امیدوارم تونسته باشم امشب توی این رابطه باهاتون صحبت